سلام دوستان، مهدی بیزیکسر هستم. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. سلام چطورید حالتون خوبه؟ یلا ملا گیرین گلت آلا سلام خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید به منکرفت. خب کجاییم؟ سروایور سری سوممون. بله جایی که کم کم داشتیم به ثبات میرسیدیم، بهترین جا رو پیدا کردیم با مسافرت های مکرر و تونستیم یه جای خفن دسترسی داشته باشیم که بتونیم توش زندگی کنیم. قبل از تماشای ویدیو لایک یادتون نره، آیدی اینستاگرام و لینک روبیکا تو دیسکریپشن هست. اوکی آقا، تا جایی که رسیده بودیم این که 3 تا خونه داشتیم. اصلا شاهکار خونه ها خونه کوچیکنگ بود، شاهکار معماری بسیار تو کامنت زیبایی بود. وایسا. خب دیگه عرضم به خدمت شما 3 تا خونه زده بودیم. خب دیگه تابلو معروفمون رو هم زده بودیم. یه مرغداری اینجا دایر شد. قرار شد گوسفندداری و گاوداری هم تو این قسمت بزنیم. شروع کنید. بیس کی بهتر شد؟ اینو بگو ببینم. کوچیک. توی شکیه؟ آره نه. فراز بیسی کی بهتر شد؟ بیس من. آره باش. یه گاوداری بزنید که گوسفندداری. گاوداری یه توزه یه گاوداری مینیمال. زهرمار گاوداری دیگه مینیمالیستی نیست. یه هو بده من اینا رو درو کنم. بیا بی تربیتی. گاوداری مهدی آبا رو میار بریز اینجا. دارم میریزم دیگه. بیا من دارم اینجا رو چیز گشترش بده. گشترش باشه همون تو کارت درست. نو کردم. همیشه کار من درست بود. فراز یک گاوداری مینیمالیستی بزن سری. از این اخلاقت خیلی خوشم میاد فریبرز. دمت گرم فریبرز، دمت گرم واقعا. آقا یه گاوداری یه چیزی بزنید دیگه. یک گاوداری مینیمالیستی درست. مینیمالیستی نمیشه توده داری هست دیگه. توده داری زدم براتون باید کیف کنید. حل دمت گرم. یه گوسفندداری باید بزنید. پشم بخواین. چه وضعیت مزرعه آخه؟ درست خوشگله. خوشگله همین. ولی کارایش چیه؟ کارایش الان گوزی فعلا تازه شروع کردیم. آره این خوشگلیشه که خوشگلش میکنه. تو 3-4 قسمتی که بیای اینجا رو نمیشناسی، فکر میکنی که همون جای قبلیه. این خوشگلیشه که خوشگلش میکنه گوزی. این خوشگلیشه که داره خوشگلش خوب میکنه. گفتم. عالی گفتی. آفرین. بیایم بخوابیم. کجا بخوابیم؟ بریم بخوابیم دیگه. بیا نخود هر کی رود خانه خود. نخود هر کی رود خانه گوزی. بخوابی سری بچه، بخوابی سری بخوابی. خوش. با من اینجا دارم اینجا شخ میزنم. بیا بگی بخواب گوزی، بیا بگی بخواب. بدو سری وقت نداری. بدو نخود هر کی رود خانه مهدی. بیای سری کارا میخوایم پیشرفت بدیم ما. سلام بخواب. بابا بگید بخوابید. خوابیدیم. ببینید از خونه شما استفاده میکنیم. نوکرم من بی خانه یعنی خونه دارم اما تا جا نداره. خیلی مینیمالیستیه. میدونی که وقتی مینیمالیستی چه اتفاق میفته. بله. فریبرز یه سوال. بله. یک گاوداری مینیمالیستی نمیتونی بزنی؟ گاوداری نمیزنم، الان دارم مزرعه‌داری رو پیشرفتش میکنم. گودی چرا گاوداری مینیمالیستی نمیزنی؟ درسته نیشکرم در چاله. نیشکری مینیمالیستی. گودی اون جایی که نیشکر کاشتی داخلش مینیمالیستیه؟ آره. به چه مزرعه‌ای. ایما میگه منو بذاری زمین. آره بذاری زمین، من اینجا. با هو زیاد میده دانه. چی؟ آره احتمالش هست. نمیدونم. نه. آره با هو زیاد میده دونه. باش. نه خوشم اومد، داره خوشگل میشه. نوکرم. تازه کجاشو دیدی؟ وایسا دووم بیار.
تو باید زنده بمونی نخواب یخ میزنی. من که نخوابیدم. نه اینا دیالوگای بعضی از فیلم هست. من دارم استفاده میکنم. یه سوال، واقعا آدم تو جای سرد بخوابه یخ میزنه؟ نخوابیدم تا حالا ببینم یخ میزنم یا نه. نه گوجی واقعا همینطوره؟ آره. گوجی ضربان بله. قلب جدی؟ میاد پایین اینجوری میشه. آخه تو خواب راست میگی. یه بچه دونه تو داشتم جای سرد نخوابید باشه. خب خب اینجا یه حسار میخوای بکشی؟ اینم که جوجه آره، آره. همون. یه حسار بکشی. مرغامون جوجه دادم به به. مبارکه، دمت مبارکه. مبارک باشه. چرخش برات به چرخی. گوجی میای من هی میپرم رو اینا. هو تو بیار یه لحظه. چشم تو کجا پریدی؟ نباید بپری خب رو اینا. خب بپری چی میشه مثلا؟ آه تو دنیای واقعی مگه نه. بخری چی نه. بخره؟ بپری نه. تو اصلا باغچه. شاهکاره. ها شاهکار چی؟ فیزیکسلند این یه خونه مینیمالیستی شا. خونه خیلی خوشگله. آره. الان خونه کیه میگی؟ شاهکار شده. خونه خودم. خونه مینیمالیستی. برون بر بابا. آقا یه گاوداری میزنید؟ گاوداری شما؟ مینیمالیستی باشه یا معمولی؟ مینیمالیستی معمولی نداره. یه جایی رو بزنیم باید که گاو گوسفند توش پرورش بدیم. بذار اول این مزرعه تموم کنیم. زیر زمینی میزنم اصلا. عزممون رو جذب آفرین فریبرز. مزرعه رو تموم کنیم. تمومه. شبیه یاد مزرعه هویجمون تو سری اول. ما ما بریم گرفته بزنیم یه هویج مزه هویج بزنیم. بیا بابا بزنیم. فعلا اینا رو بزنیم. مزه هویج بزنیم فریبرز. الان گوزی میخوای تو کمک کن من برم گاوداری رو بزنم دیگه برم. آره برو. من رفتم بیا گاوداری کمک من. والا دونه جمع کنم بیا. وای. بخور خب حل. بخور. دوباره پریدم بیا کمک. من تبر آیرونی چی داشتم متاسفانه طی حملاتی که خب. رخ داد از دست دادم. دمت گرم. حمله چی؟ حمله زیاد استفاده کردم ازش اینجوری. حمله چی؟ حمله مینیمالیستی. ها حمله مینیمالیستی. حمله مینیمالیستی دیگه چیه دیگه؟ یه نیمچه حمله بود. حمله گوزی به نظرم یه کاری کنیم. بس دیگه رو همه چی مینیمالیستی گذاشتی. مینیمالیستی هم آخه. اه گوزی نظرت چیه یه طویله مینیمالیستی درست کنیم؟ ها؟ بزرگ باشه گوتی دامداری. نه مینیمالیستی بزن. بابا دیگه مینیمالیستی هر چیزی مینیمالیستی نه یه دامداری بزرگ بزن. باش تو فقط مینیمالیستی، نرداشو به من میدی؟ نه خیلی. واقعا داره نرده بیزیکسلند نمیخواد میشه. که با چی داره بسازم؟ بیزیکسلند میشه. با یه بچه‌ها. جایی رو با درت بساز. داره ده؟ بیزیکسلند میشه. گوتی آره من از این بناهای مزخرف نمیسازم. مینیمالیستی میخوای بسازی؟ یه قشنگ دامداری مینیمالیستی برات میسازم. زهرمار مینیمالیستی کردی مینیمالیستی بسته دیگه. هی مینیمالیستی. خود مزه منم مینیمالیستیه. من یه غلطی کردم یه چیزی گفتم. چی هی گفتی؟ مینیمالیستی. بغل خونه تو بسازم مینیمالیستیو. آقا من این مرغامو دوم بدم. گوزی ها. این مزه کشاورزی مینیمالیستی من تموم شد. دستت در نکن. حالا یه گوسفنداری گاوداری با کمک فریبرز بزن دارم ببینم. میزنم. فریبرز گاوداری مینیمالیستی باشه از آره دیدناش. اینجا میخوام بزنم. اینجا خوبه جاش. هر جا میزنی بزن بغل- فقط مینیمالیستی باشه. بامبا. یکم به خونه تو زیبایی بصری بدید. بصری؟ بصری زیباست واقعا. بصری زیباست. بله بصری اگه من اینم از همیشه سعی مزرعه. کردم از نظر بصریت هم تقویت بشه.
چی میگی؟ راست میگی. کی چی میگه؟ چرا اینو با اینجوری زدم؟ گندمو خواستم باش گوسفند بیارم. برم خونمو ببینن گندم دارم. نرده میدی من گوجی؟ نرده میخوای؟ کرف کن بده یا میخوای بیام بگیرم؟ داری چوب؟ الان درست میکنم. نرده میدی؟ فنس. مهدی نرده میدی؟ نرده برای طویله مینیمالیستی. نه برای بنزای مینیمالیستی میخوام استفاده کنم نرده رو. آها تو هم یه خورده بیشتر درست کنید دیگه میشه. داره بیزیکسلن میشه واقعا. بابا بسته دیگه داره مینیمالی تریست نگاه کن یه چرخ و فلک کم داره. همه چی کم داره اون خیلی آره. وسایل داشته. فعلا آره. کافتانی مینیمال مریض. تو کجایی فریبرز؟ من بغل آب چی؟ یه کجایی فریبرز؟ دارم یه گاودانی مینیمالیستی میزنم اینجا. وای خدایا. اوه. به من صبر بده. 1 2 چقدر 3 4 5 مینیمالیستی. 6 7 1 2 3 4 به نظر من این بهترین سری میشه که داخلش ساخت و ساز کردیم. آره ساخت و ساز از الان معلومه قراره چی بشه. آره خیلی اولش این خوشگله. باشه ببین آخرش چی خیلی میشه. خوشگله. این ساخت و سری سازهایی سعی که- کردیم تو ساخت و سازهامون زیبایی رو اولویت قرار گوجی بدیم. بله. نرده بیار برای این بیا. مینیمالیستی. بده من مرسی. گوجی نرده میدی به من؟ جوجه مینیمالیستی. گوجی ها نرده میدی به من؟ نه نده. چوب بیار. چوب آوردم بیا. کو کوشی الان نیستی کرف کنی؟ میام خودم کرف میکنم برو دیگه. کرف کن دیگه چرا کار منو زیاد میکنی؟ میگم بیکار نباشی حداقل یه به دردمون بخوری. کجایی چی کار داری میکنی؟ ایول بابا خوب خدا. شده. به خدا خودم بلدم. آقا ببین اصلا خونه من میگه اینجا مینیمالیستیه زیباست. کلن خونه اصلا گوجی. خونه من داد میزنه میگه اینجا زیباست. خونه گوجی مینیمالیستیه اصلا کلن. خونه من باعث شد که این منطقه زیبا به نظر برسه. خونه گوجی کلا مینیمالیستیه. زهر ماریستیه. دردیستیه. گوجی چرا به هم میریزی؟ چه به هم ریختم؟ نه اعصاب تو چرا به هم میریزی؟ زدم به به چیه چی کار داری گوجی می‌کنی چه تو؟ گندی بیا خوبه ها بیا همینجا بیا سرباز گوجی بذار بیا باش. بیا یه لحظه بیا ها. بیا اینجا دو تاست خب ها اونجا رو من زدم به تو چه؟ اینجا 3 تاست. خب من مشکل از من بوده. بنده معذرت می‌خوام. یه دنیا معذرت. یه دنیا معذرت. تازه من اینجا بامبام دارم میکنم ها. بیا ببینم منم اومدم بغل بامبای تو. مینیمالیستی هم کارشون نداشت. ببخشید دیگه تو باشون اگه دورنگی میخواستم واقعیت چیز بشه اینجا واقعیت آها چیزه رعایت بشه. واقعیت تنبلی میشد برم تو برم رنگ بزنم. واقعیت رو میخواستم اینجا به رخ چیز اون ظرافت کاری که هست رو نه. تقدیم ای یه خوکو رفت اینجا رو رفت. گاوداری کنیم یا گوسفند گاو به درد نمیخوره زیاد نه؟ گاو گوسفند بهتره پشم گوسفند داره. بهتره بله. نه چرم گاو میتونه کتاب بشه. نه اینم حرفیه هم گاو میفرستم داخل هم گوسفند. همه چی من بیار برم دنبال گوجی. دایمند. همه چی بیار گوجی همه چی خدافظ بیار خدافظ یه بفرم. معدن رو تو قسمت بعدی میزنه. او راست میگی یه معدن رو خوشگل بزنه. مینیمال مینیمالیستی خود زهر مار. یه معدن مینیمالیستی درست کنیم. بیا گوجی هرچی گاوه
خودت هم میتونی بیای بری تو بذار اینجا تو بذاری هستی؟ که شبا بدی خونه مهدی بیای اینجا. تو هم هستی؟ آره ما هم هستیم اونجا. ما هم هستیم میایم پیش میکنیم. شما نباشی آی سفر نداره. آی میمیرم. باشه. شما نباشی گاودانیمون صفا نداره. مهدی میمیرم. بده بریم بخوابیم. نرده بده نرده کم دارم. بیا این از این اینم از این. اوه دمت گرم. بریم بخوابیم. فقط دو رنگ میشه. من دو رنگ استفاده کردم، جلوه های هنری و بصری و به صورت مینیمالیستی اجرا بیا کنم. بریم بخوابیم بریم. یه بار دیگه بگید مینیمالیستی. من میدونم شما مینیمالیستی. بریم بخوابیم. حمله شب کردن. چی؟ حمله کردن. بخوابیم. چی؟ کیا؟ اوه بخوابیم. مواظب بیا بخواب. من دارم بیا اینجا رو گوچی روشن بیا بگی بخواب. بخواب. بیا بگی بخواب گوچی. پس روشنایی اینجا رو من تعمیر 3 نفر کنم. دنبالتن. بابا ما خوابیدیم پاشو بیا بخواب. بیا روشنایی شده اون تعمیر میکنم. گوجی ها. اون الان مزرعه مینیمالیستی. مینیمالیستی. گوچی بابای پاشو مینیمالیستی بیا، گوچی اومدن الان دنبالت. بیان. به خدا بیای تو خون. مهدی یه عالم ما به مینیمالیستی. بگید نیان از بخوابیم. اینجا بالا ولش کن بخواب. شب بخیر. مانستر نیه بی. مینیمالیستی مانستر. به جنگ مانستر رو میرم. برو گم شو. اینا گوچی مینیمالیستی هن خب زیاد خطر ندارن. این بابا. خب ببین بخواب دیگه. شب بخیر. شب بخیر. بخواب صبح شه. خب به صبح صبح دلنگیز دلنگیز سلام. تو خود مرد. گابو چجوری میتونم بیارم سمت خودم؟ با چیز. آخ مهدی با این چیز دارای مرض دسته بندی نشده. دارای مرض دسته. از اینا مهدی ببرم با خودم. میدونی آره چی؟ نه یعنی مشخص نیست دقیق مرضت چیه. ولی مرض داری. نه آره دیگه با اینا بیا. بده اون گندم بده. نشده بود فریبرز. چرا؟ گندم نشده بده. بود. بیا الان میرم گاو میارم. برو گاو بیار. ببعی هم میتونم بیارم. هم بابا ببری چند تا هم داری؟ گاو. چند تا داری؟ یه دونه. بیا ببعی تو باز بیا. صدا اومد. صدا چی بود ترکید؟ شلوپر. یه سر باید بریم ندر بومبیل بیاریم. میریم شام. خب من یه گوسفند گرفتم. خب حل دیگه 2 شد. چی دوتا شد؟ چی؟ 2 گوسفند. کو گوسفند؟ گوجی یکی اون خودت خوکه. یکیشم که تو آها. یکی گرفت. باش بیا ببعی تو هم بیا. بیا ببعی تو بازی گوشی چته وحشی. بده چی بدم؟ بده. خب چی بدم بگو. بیاد بسته نمیخوام هیچ. بیاد خیلی گوزی آدم وارد خونت میشه دلش میخواد بالا بیاره. اینقدر کوچیکه. خب دوتا همونه، گوسفند مینیمالیست. گوسفند کافیه. برم سراغ گاو. بیا گوزی هم برده ببر با اون گندمه. گوجی ها دستم گندمه. دست گندمه. آره بیا ببینم چرا افتادی دنبال خودت. گوجی بیا گوجی پیشه بعد داری بهش گندم میدی. چرا دنبال من نمیاد؟ الان چند تا چی جمع کردی؟ چی؟ ببین الان خیلی دوتا گوسفنده. وضعیتمون خوبه الان خب. دنبال گاوم. یه مکانهای زیبایی داریم و واقعا خیلی خوشگل شده این سری. آره میدونم. بعد هدفمون هم این بود که برج خلیفه درست کنیم. بله. خب یه محل موقت اسکان موقت زدی؟ نه چی؟ چی شد؟ اسم موقت چی؟ همینجا همین بغل برجه رو میزنیم.
نه منظور جای ثابتمون اینجاست خب. آره اسم ولی- موقتمونه ولی دیگه. موقته چون قراره به یه خونه بزرگتر و بعدش به برج خلیفه بریم. حالا این اینجا لابلان رو تک کلی نمی کنیم. نه اینجا تک نمی‌کنیم، اینجا این هستیم. بغلاش میزنیم، آها. گسترش آره. میدیم اینجا رو. و اینکه توی قسمت بعدی به احتمال زیاد گاو. این گاو گوسفنداری رو یکم پرورش میدیم و اینکه اگر بشه میریم سراغ یک غار مینیمالیستی یه غار مینیمالیستی عادی و یه غار. معدن مینیمالیستی هم درست میکنیم. امیدواریم که از این ویدیو من دارم خوشتون گاو میبرم. اومده ببر، باشه. ببر. لایک کامنت دنبالتون نره تا یه ویدیو دیگه. خداحافظ.